باز به این سوال بخوام جواب بدم که سفر قبلی شما بعد از 10 روز خودتون تاکید کرده اشرف غنی به همین کشور سفر کرد. بله. این چه خیلی میشه یک نفر رو کشور انتخاب میکنه و یک نفر رو که فصل میکنه دو کس با هم سر یک میز نشستن اینجا. این پالیسی حکومت تاجیکستان مدوی تصرف نمیتونم داشته باشم که حکومت تاجیکستان کی را میمان میکنه کی را نمیکنه. ما تقریبا یک اپوزیسیون بسیار فعال نداریم. از 2015 ما اپوزیسیون داشتیم از فعالیتش ممنوع در توی حزب نهضت اسلامی که همون بچه‌ها در بیرونن. یک گروه دیگر هم که بعدا فعال شد گروه دیگر اونا هم در بیرون. در داخل تقریبا اپوزیسیون کامل وجود ندارد. ما خودم اگر در یک جای رئیس جمهوری یک مملکت باشم ما مردم آزادی میکنم که گپ بزنن کار بکنن کار سیاسی بکنن اما در این زمان آزادی که من در امریکا برای مردم میتونم آزادی باید در افغانستان نمیتونم. برای چی؟ سوالی بعدی در اصل 21 که زندگی میکنید به اندیشه شما یک نفر در یک کشور دموکراتی میتونه نزدیک به 30 سال رهبر باشد؟ به حساب از اینکه انتخابات و قانون در یک مملکت چی است؟ در هر مملکت شیوه انتخابات، قانون انتخابات و سالهایی که یک کس میتونه که رئیس جمهور باشه فرق میکنه. درود بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشید. این پارچه صحبت ما بود با فعال جامعه شهروندی میان کشورهای فارسی زبان شفیع عیار و ولی میخواستم بگم که ادامه صحبت بسیار خوب و جالب است باور کنید. فقط میخواستم بگم که با دو صحیفه وارد شد ما شاد میشویم. این یکم صحیفه آنلاین کینوتئاتر بهار است که دوستای ما فیلم های خوب تهیه کردن و فیلم نوشتم اینجا هست. من در جای اپیسین شرح بیشتر سراغش میگذارم آنلاین کینوتئاتر بهار و اینجا عکسش هم شما میبینید. و صحیفه دیگر این صحیفه استاد برادر عزیز ما استاد فرقت سعید است که امیدوارم که شما آبونه میشید حتما سرودای جالب گوش میکنید و حتما میگم که هفته قبل ما یک کار دوست و برادرمان رو تبلیغ کرده بودیم که در کشور ترکیه هست آینده درخشان نام دارد. آنها برای ویزای کاری ساختن با کشورهای اروپایی و ترکیه برای شما کمک میرسونن برای ویزای کاری. هفته گذشته زنگای زیاد شده است. تشکر به همه شما که توجه کردید و در این برابر خواهش کردن که افراد نویسن که از 20 تا 45 ساله هستند از 20 تا 45 ساله برای آنها ویزای کاری تشکیل کرده می شود از طرف بچهای گروه آینده درخشان در ترکیه و همزمان مدتی که شما تا ویزای کاریتون به کشورهای اروپایی میگیرید بچه‌ها برای شما میتونن شرایط مهیا کنن که شما جای کار بیابید در ترکیه و در این برابر جای خوابتون یعنی برای اقامت یک مدت در ترکیه برای شما کمک برسانند. خب باور دارم که بس این اپیسین شرح بیشتر وارد میشد و در مورد بچه‌ها که با نام آینده درخشان در ترکیه فعالیت میکنن آگاهی مییابید و آینده صحبت با فعال جامعه شهروندی در کشورهای فارسی زبان برادر ما شفیع عیار یکم مشکل کمی صدایی دارد که فکر میکنم شما این نقص صدای ما را نادیده نمیگیرین که ما در مهمانخانه هیئت رجنسی ثبت کردیم صحبت و همون کمک یک مشکل صدایی دارد. من از آقا شفیع عیارم عذر میپرسم برای این مشکل صدایی که من خودم انتظار نداشتم که صدا اینقدر مشکل میشد ولی فکر میکنم صحبت که جالب است حتما دیدنی باب میشود. صحبت هم میبینیم بعدم باز برایشون پیام میتیم. درود بیننده‌های عزیز شبکه اجتماعی دلیر ممالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سریحال و سیرپل هستید و امیدوارم حال و هواتون نوروزی باشد. نوروز براتون مبارک و نشر نوبتی برنامه بقیچی ما است با مهمون امروزه ما. بله ایشون آماده که میخوان ثبت کنن دیگه بقیچی میخوان ثبت کنن باشه. خب ما ادامه میتیم صحبت بعد ایشون با ثبت خودشون ادامه میکنن. خب دوستی عزیزی ما برادر عزیز خنده ما شفیع عیار فعال جامعه شهروندی میان کشورهای فارسی زبان دیگر میگه فقط مردم افغانستان نه دیگه ولی دیگه ان شاء الله شما در میان تاجیکستان و ایران هم دیگه خیلی نفری مطرح هستید. خوش آمدید به تاجیکستان. خوش باشید. ما خوشحال هستیم که در نوروز در یکی از ممالک آمدیم برای جشن که سلولهای بدن مزوجه هستند اجداد مزوج است از نقطه نظر فرهنگی زبان زیبای دری مشترک دارم یعنی که ما با سلولهای خود به این مملکت پیوند میخوریم. من خیلی خوشحال هستم
نوروز خوب و خوش و همگی کسایی که مرا میبینن امیال. تشکر از شما. سلامت. با اجازه ادامه صحبت اگر من هر جای سوال جوابم گرفتم شما میتونید راحت بذاره بیاد. خواهش میکنم. هر جای سوال جوابم که گرفتم اگر شما رو قطع کنم پیش که معذرت. قبول است؟ خواهش میکنم. سالی گذشته به تاجیکستان آمده بودید. این دفعه هم باز آمدید. دعوتی دیگه خودتون خواهش و هوستون پیدا شد که آمدید. ما دعوت دل دعوت کردن که بیام. دقیقاً کسی شما رو دعوت نکرد مخصوصاً دوستانی داریم که دعوت کردن ما دلیل آمدن ما یعنی ما اینجا به زیارت میریم و اینجا برای ما یک آرامش میده که به جایی که ما ذرات وجود ما تعلق داره اینجا میریم. یک سفر عاشقانه و یک سفر از که دل دعوت میکنه. یعنی خوبترین تو آمدن این سال قبلتون اطلاعی اولتون از تاجیکستان چی بود؟ چه معلوماتی داشته درباره تاجیکستان؟ چند چیزی که در تاجیکستان دیدم یا مهمترین چیزی که دیدم این بود که ما وقتی که تاجیکستان بار اول آمدم سال گذشته فکر کردم که مردم در اینجا احتمالاً دیگه به لسان دری کمتر شاید صحبت کنن چون 70 ساله که با شوروی بودن. اما وقتی که آمدم در جایی که رفتم دیدم که نه تنها به زبان شیرین صحبت میکنن بلکه با شعر و ترانه صحبت میکنن و این مرا غافلگیر کرد. راستی ما متعجب شدم. آهسته آهسته دیدم که اینا در جریان 70 سال یک لسان دیگر را یاد گرفتن که اون روسی است اما لسان خود یک کلمه هم از دست ندادن. این یک چیز مهم بود و دیگر آبادی که در این مملکت بود و دیگر چیزی که بود که مردم دیدم که جبین گشاده تر دارن در مورد دین، در مورد فرهنگ، در مورد و آماده تر هستند برای از اینکه به طرف فردا حرکت کنند نسبت به مملکت عزیز خودم افغانستان. اینا چیزایی سال قبل برای چی یک بار تصمیم گرفته که تاجیکستان بیایید؟ همیشه من خوش داشتم که بیایم. همیشه. ولی چرا محض سالی گذشته این سفر؟ هیچ چیز خاص نبود. هیچ چیز خاص نبود. هیچ چیز خاص نبود. حرفایی هست که شاید حکومت تاجیکستان شما رو برای خالی سیاسی گرفتن دعوت کرده است. در شب روزی که سال قبل و این سال هم حوادث جهان، گزارش قدرت ها، نظام ها شاید برای یک خالی سیاسی گرفتن شما رو دعوت میکنه هر سال. اگر کس دیگه کدام خال داشته باشه که بخوای از این استفاده کنه میتونه، اما من از کسایی نیستم که برای از این بیایم که کس مرا استفاده کنه. نه من پیسه کار دارم، نه شهرت کار دارم، نه هیچ چیزی که ما بیایم که از یک کس چیزی بگیرم یک چیز بفروشم و هیچ وجه. اگر که در این مملکت زیبا به دل خود نیایم و به خواست خود و شوق خود اگر میلیون‌ها دلار هم بکنم هرگز نمیایم. من این مملکت دوست دارم، زیبا و عزیزم است و با اینا با کلمات زیبای در این پیوند میخورم و بخیه میشم و همین دلیلش است. اگر کسی فکر میکنه که حکومت از من استفاده میکنه، اگر حکومت فکر میکنه که من کدام چیزی دارم که یا میتونن استفاده کنه، هر کس میتونه استفاده کنه. چون شما آودیتور یعنی مخاطب زیاد دارید به این خاطر. بعدا برای این برنامه‌های خوبی سیاحی هم که میکنید از سفرهایی که به تاجیکستان دارید، آیا اون مبلغ و شرطنامه پولی هست میانی شما؟ اصلا ما یک کار خوب در امریکا دارم. ما خانه آباد میکنم، در کار ساختمان هستم. خودتون به واسطه معمار هستید که لایحه پیشنهاد میکنید؟ چرا؟ لایحه پیشنهاد میکنیم، اجاره میگیریم، خانه را آباد میکنیم یا خانه آباد میکنیم میفروشم. یعنی اگر ما پول کار داشته باشم عوضی که تاجیکستان بیایم مبلغ بگیرم، ما میتونم که در ماه $100,000 در کار خود به دست بیارم. حاجت نیست که من اینجا بیایم یک کس دیگه برای من 10,000 سامان بده. هیچ ضرورت نداره. سفر قبلی شما از زندگی هموطنان ما خیلی خوب زیاد گفتید که واقعا سپاس برای شما. یعنی میخوام بفهمم که شما واقعا از زندگی مردم عادی ساده با خبر هستید که اینقدر زیاد وصف کرده؟ ما در مملکت عزیز تاجیکستان من نمیتونم توقع داشته باشم که این مملکت مثل جرمنی باشه یا آمریکا باشه. ما با یک قناعت در اینجا میاییم
نظر به شرایطی که در این مملکت در این منطقه در این جغرافیاست قضاوت میکنیم. مثلا اگر من در جرمنی برم قضاوتم به اندازه جرمنی است، در امریکا به اندازه امریکا، در اینجا تاجیکستان به اندازه تاجیکستان، در پالوی از دیگه ای که قضاوت ها مقایسوی است. ما از اون دریای موس داریم. اگر شما یک صفحه نوشته کنید در مورد تاجیکستان یا اون شرایط بدترینش و یک صفحه دیگر در مورد افغانستان در مورد شرایط بدترینش، شما میتونید که مقایسه کنید. روز هزارها نفر کشته میشه، هزارها نفر، 8 میلیون نفر در شهر کابل گرسنه است. در اینجا اونمو اندازه نیست. غربت شاید باشه اما با اون هیچ مقایسه نمیشه. بنابراین ما تا زمان خوشبختی و بدبختی رو نمیفهمیم که خود مقایسه نکنیم، حداقل با کسایی که دریا مشترک داریم. این برای ما جالب است که حکومت ما هم و همیشه افراد سیاسی ما همیشه ما رو مقایسه میکنن با افغانستان جنگ داره که بیش از 50 سال بود اونجا جنگ است، ولی ما دیگر 30 سال بود استقلال داریم و بیش از 20 سال بود امنیت و ثبات و صلح داریم. چرا در این 20 سال 30 سال هنوز فقر در تاجیکستان نابود نشده است به نظر شما؟ به نظر ما باید حکومت تاجیکستان آهسته آهسته خود با ممالک پیشرفته‌تر رو مقایسه کنند تا که یک الگوی به یک طرف بالاتر داشته باشه. اما در عین زمان ای که با افغانستان رو مقایسه میکنن یک کار بسیار خوبه. شما میگین که 30 سال از استقلال ما تیر شده. 30 سال از استقلال ما تیر شده. 100 سال، 100 و چند؟ 1992 ما آزادی خود از روسا گرفتیم. ولی پیشتر از اون استقلال افغانستان بیش از 100 سال تاریخ داره. یک جشن دیگر هم داره چون با نام استقلال. ما فکر میکردیم که استقلال داریم. ما زیر تاثیر انگلیس بودیم از پشت پرده. ولی با طالبان میگن که ما تازه با استقلال آوردیم به شما آزادی آوردیم. خیره. اما سعی کنید چیز مهمه که حکومت تاجیکستان میتونه مقایسه کنه است که در سال 91 که شما آزاد شدین ما حداقل از روسا. بعد از او اینمی مملکت میتونست یک حکومت طالبانی داشته باشه که نداریم. اینی مملکت میتونست که اینی بنا را در زیر انتحاری کنن بریزانن نکنن. اونو خانمایی که مکتب میرن میشه هیچ مکتب نره. بنابراین اگر اتو ببینید این حکومت از بسیار چیزای بد جلوگیری کرد و به طرف پیش رفت. بنابراین قدر از این حکومت اگر من دیشه باشم رئیس تاجیکستان میخواستم که شما چرا برای سفرهاتون که شما را همچنین نفر نقد کننده زیاد میشناسند که حکومت اشرف غنی و خیلی نقد میکنید، چرا از مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی مردم گزارش نمیکنید اینجا؟ بله. من که میایم چرا مثلا ما دیروز در مارکت مهرگان رفتیم و دیدم اولادکای خورده که گردنی میکرد و کمک کردن نشانه در محل خودم گرفتم. اما او یک تصویر بسیار کوچک هستند با مقایسه افغانستان که بزرگترین تصویرش است. در اینجا کم کوچکترین تصویرش است و این خاطر ما بزرگترین تصویر ما ترسیم میکنیم. خب یک جای دیگر سالی گذشته سفر کردم. یک لایحه آرمانی داریم ما در تاجیکستان با نام ناب راغون، یعنی گیسی راغون. که شما اونجا سفر کردیم خیلی زیبا شرح داده راغون اینا. یعنی بذارید که کشور ما تا حال به استقلالیت انرژتیکی نرسیده است. ما تا حال برق با مهلت میگیریم. ولی همین لحظه‌ای که من از اصال نزد شما آمدم ما برق دائمی نداریم. یعنی چقدر میتونید شما از این راغون اینقدر وصف کنید که این کشور هنوز برق دائمی ندارد؟ ما یک قصه کوتاه از مکتب خود میگیم. افغانستان در یک کشتیگر در یک قایق کوچک یک نفر شاندن که از اون دریا تیر کنند. یک وقت قایق نشته بود و هی ناله میزد که خلق نشان هی میترسید. همین ملات دست مکتب ما صنف 5 یا 6 بود. از موش گرفت در اوتایش کرد، پس بلندش کرد در قایق شاندش. بعد از این نفر متآرام چیز دیگه هیچ چیغ نمیزد. باز اوجا برای ما در زیرش نوشته کرده بود که قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار شده باشد. شما از این گپ میزنید که برق ما دوره‌ای است. بله. اما ما در اون سه برق نداریم. دروغ است.
حکومت ما همگی چند ماه پیش با طالبان شرطنامه دائمی بود با همون گروهی که اینجا نمیپذیرد و با رسمیات. ما امی عین گپ شما هم زدیم. ما بحث نداریم، با همه دریایی که داریم از شما میگیریم، بله. از ترکمنستان میگیریم، بله، از بخرید. ازبکستان میگیریم و پولش هم نداریم که پرداخت کنیم. این مملکت ها یک بل کلان، یک پول کلان را که پرداخت نشده بود بخشیدن. اگر امون را نمی بخشیدن میگفتن چون پول ندارین دیگه برق نمیدیم، افغانستان تاریک میشد. بنابراین اینجا شما اگر دوره‌ای هم دارین. پس همه شما چطور میپذیرید؟ حکومت طالبانی که شما دائم زیر انتخاب قرار میدهید، امروز کشوری که گروهی یعنی حکومت ما با رسمیات نمیپذیرد و هیچ قبولش هم نکرده است، ولی با اون شرطنامه همکاری بست و برق فروخت. اینو چه میفهمید؟ ما در این قسمت طالبا، ما خودم وقتی که طالبا آمدن ما گفتم که بعد از 43 سال جنگ بهتر است که ما یک توقف بدیم، بهتر است که ما یک راه پیدا کنیم. ما 43 سال برای سرنگونی حکومت ها مبارزه کردم، 43 سال بعد متوجه شدم که جنگ و سرنگونی راه حل نیست. اما طالبا را بیاییم که در این زمانی که برایش هستیم ببینیم که چی رقم کمک کنیم که اگر شب امیر حکومت به حکومت خوب تبدیل شه، با وجودی که من 95% ناامید کننده است اوضاع جاری افغانستان، اما هنوز آمدن 5% میخواهیم که این زمان کم همکاری کنیم که اگر شب از دنیا یک چیز بهتر یا چرا همین احساساتون دوره حکومت اشرف غنی نبود که شاید با اون میتونست که این کار انجام شود؟ با اشرف غنی ما وقتی که آمد اولی که ما هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم. دوم دیگه با کدام نتیجه؟ با همین نتیجه که بیایی که وضع سرنگونی اگر شود که یک کم کمک کنیم، یک حکومت خرابه، با امید از اینکه یک کم شرایط بهتر شد. اما اشرف غنی از طالبان کرده به مراتب پستر و رزیلتر بود. جنگای قومی را در افغانستان دامن زد، جنگای لسانی را دامن زد، مردم غیر پشتون به قتل عام داد. طالبان را از پشت پرده تمام پولای کمک را به طالبان داد و همین فاجعه که 350,000 عسکر در 3 روز سقوط کرد در دامن طالب و طالب آمد گرفت با 10,000 نفر، این کلش در 3 اشرف غنی. ولی از اشرف غنی که شما اینقدر انتقاد میکنید و از پرزیدنت ما که اینقدر وصف باز به این سوال بخوام جواب بگم که سفر قبلی شما بعد از 10 روز که خودتون تاکید کرده اشرف غنی به همین کشور سفر کرد. بله. این چه خیلی میشه یک نفر که شما انتقاد میکنید و یک نفر که وصف میکنید، دو کس با هم سر یک میز نشستن اینجا. این پالیسی حکومت تاجیکستان ما دویش تصرف نمیتونم داشته باشم که حکومت تاجیکستان کی را میمان میکنه کی را نمیکنه. این پالیسی حکومت از ایناست، ما با یه چی ندارم. اما اگر با ما می بود شما دیدین که در همون نوروز وام آمد. بله. بعد از چند روزی شما رفتن. بله. سال نوروز که تبریکی گفت نوروز 1500 تبریکی گفت شعر رودکی را غلط خواندید جوی مولیان و این شعر است که ما در مکتب میخوانیم. متاسفانه ما براش اکادمیک دادیم که ما همین شعرش نمیدونم چون راستی او یک چیز است که من به هیچ وجه با اون موافق نمیتونم باشم، اما اون سطح شما میده و امور باید مملکت ما را ویران کرد. بنابراین که به اینجا دعوت شده بود اگر من تصرف میداشتم میگفتم اینجا قبول نکردی. خب ولی این سفرهای قبلی رو من میخوام تحلیل کنم. شما با پنجکن سفر کردید، دیاری بابای رودکی و پشاوری شما دختر بچه ها هم با نان و نمک برآمدن و با شعر رودکی و حتی رقص کردن با شما. این از طرف شبکه‌های مردم تازه در شبکه‌هاشون خیلی مورد نقد قرار گرفت. یعنی چطور میشه یک دختر بچه پشاوری یک مرد بزرگ برقصد؟ فکر و نظر شما چیست در همین صحنه؟ رقص یکی از ثروت‌های بزرگ فرهنگی خراسان بزرگ است. ما در برنامه 127 شفیه و 128 شفیه رقص ما را تشریح کردیم که رقص در همین رقص تاجک چطور با وجود آمده. رقصیدن با ما که مثل پدرشان بوده با ما یک افتخار بزرگ بود و ما او را برای افغانای ما ماندم که در مملکت ما از خاطر افراط‌گرایی رقص نابود شده، اما در اینجا اولادای خود
این هم یک ثمره بزرگ از یک حکومت با فرهنگ است که همون فرهنگ زنده نگاه داشته که رقص و موسیقی است. اگر مردم تاجیکستان به این انتقاد داشتن، ما خواهش میکنم که اوت یک انتقاد نداشته باشن. اون دخترک ها و بچه‌ک هایی که در اینجا رقصیدن برای ما اولادای عزیز بودن و ما خیلی دوست داشتیم. کس فکر هر کس و قدر همت. سفر قبلیتون مثل یک مهمانی ویژه شما به نظر می نموده، چون همه جا شما را با نان و نمک و کرنه و سرمه پیشون می‌ریختن. یعنی واقعا با پرزیدنت کشور هم واقعی داشته یا نه؟ نه خیر. نه؟ با شهرداری دوشنبه چی؟ بله. با رستم امامعلی بیوز. بله. کدام موضوع صحبت شد را به بدار؟ هیچ موضوعی تنها برای یک نان شرمان مهمان کردن، یک دسته موسیقی که در پنجکم بوده بوده بود. کدام چیز خاصی که در اونجا رفته باشه شب ما استراحت کنیم، فردا پس حرکت کنیم. این سفر نمیخواهید که با مردم عادی باشه؟ با مردم عادی زندگی کنید، یک بار روا کنید، نان و نمک آنها را سر دسترخوان شده کنید؟ چرا نه؟ میخواهید چون یک سفر عادی داشته باشید این نوبت؟ بسیار خوبی باشه. سلام شد. خب خسته نشید، برای اینکه هنوز ما به دهم سوال رسیدیم، من 30 سوال دارم، 20 دیگه مونده. باشه. خب من چند سوالم که اینجا در میان سوال‌ها رفت، با صفحه بعدی میگذارم. خب مثل شما گروه هموطنان ما در اروپا از حکومت امروزه ناراضی‌اند و زیاد شکایت میکنند و مشکل میگن. شما یک شما از اشرف غنی نمی‌تونید و طالبان کم. شما که از سیاست امروزه پیشرفته که ما خیلی وصل میکنید و همه چی به قول اوکی میگه، پس چرا آنها اون طرف ناراضی‌اند و دعوا میکنند؟ اما قدر عافیت کسی دارد که به مصیبت گرفتار شده باشد. در این مملکت مکتب است، درس است، دخترها مکتب میره، بچه‌ها مکتب میره، زمینه یک کار پایین علاقه وجود دارد. مردم میتونه که همکاری کنند و حکومت خود بسازند. همیشه میتونست به سادگی، بسیار به سادگی میتونست که امامعلی نباشه، یک آدم مثل ملا عمر دیگه باشه، مثل طالبان. این رو باید تو مقایسه کنید که اگر امامعلی نمیبود کی میبود، چی رقم حکومت میداشتیم، باز از به نتیجه برسیم که چی میشد. خب بعد همین سفرتون در برنامه‌های گروه‌های مخالفین ما خیلی برآمد کردید و بحث‌های شدید هم داشتید با ایشان. بسیار کوتاه. به نظر شما از شما بهتر آنها وضعیت اینجا رو نمیدونن؟ ای که اونا بهتر میدانن یا نمیدانن این رو ما هیچ قضاوت نمیکنم. ما اوضاع جهان رو میفهمم، افغانستان و کشورهای دیگر رو میفهمم، دسایس کشورهای بزرگ رو میفهمم، شور انداختن تمام دارایی‌های زیرزمینی و رویزمینی رو میفهمم. بنابراین ما با در نظر داشته از اون ما فکر میکنم که ایجای حکومت بسیار است. این سفر با یک یا دو سفر میشد که فکر و نظر و اندیشه را آید به سیاست، فرهنگ، اقتصاد این مردم بیان کرد؟ شما همه دوی مرتبه شد سفر دارید؟ نه، ما یک دید بسیار ژرف دارم از مسائل از قضایا وقتی در جای میرم ما چیزهای مختلف می‌بینیم. شاید این سفر خودت در جای میریم نظر به تجربه و معلومات و دید خودت با مراتب فرق داره نسبت به دید عادی و عوامانه که مردم میبینن و ما به مقایسه ممالک دیگه. اگر کسی بگه که این مملکت خوبترین مملکت دنیا است، اگر کسی بگه که موفق‌ترین است، اما اگر کسی بگه که ما از این حکومت میخواستیم که ما را رقم جرمنی بسازه، بهتره که داینه اصلاح شد و خود ببینه بگه که ما چی کردیم. همون دوستایی که به دیگه مملکت ها رفتن پیش روی آینه اصلاح شد، ایتو بگوین که ما با مملکت خود چی کردیم که بهتر می‌کنیم. شما برای افغانستان چی کردید که امروز از حکومت افغانستان قبلی به امروز خیلی انتقاد میکنید؟ ما برای حکومت افغانستان 17 سال داشتم. محصل سال اول پوانتون بودم یا دانشگاه در تک که کودتای سر شد و حزب کمونیست قدرت گرفت. ما به خاطر از اینکه مردم رو بکشتن استاد شدم، مبارزه کردم. یک اتحادیه بزرگ در دانشگاه کابل به شکل مخفی به وجود آوردم. 3 سال دیگه مبارزه کردیم. وقتی که روس‌ها در وطن ما آمد تظاهرات برآورد انداختیم. بعد از اون
و دستگیر شدم. در اون وقت ما اتحادیه ما بسیار یک اتحادیه کلانی بود که مکاتب و دانشگاه را پیش می بود. زندانی شدم 5 سال. 2 ما مثل یک حیوان شکنجه شدم. باز از این خلاص شدم. هیچ روز فراموش نکردم. در کنار مردم خود ایستاد شدم، کتاب نوشته کردم، مقاله نوشته کردم و تا امروز در اون خط اول استاده شده برای فردای مملکت. چرا داخل افغانستان نیست باید؟ داخل افغانستان اوضاع آنقدر مختنق شد که برای یک آدم باسواد روشنفکر دیگه جای نماند در سالهایی که ما برآمدیم. احزاب دستراسی، همین دوستای ما که از تاجیکان که در دیگه مملکت‌ها رفتن، کسان همگون از یا بود که اینا باید مگلیش میموندن، در اتفاق میگرفتن و کشتن شروع میکردن. اگر به این حزب میرفتن باید او حزب میکشن، اگر به اون میرفتن باید این را میکشن. این احزاب 7 حزب اسلامی اتفاق گرفته بودن، همدیگر هم میزدن مردم ها. من نمیتونستم که شامل از او شدم که مردم خود را کشته بودن و نمیتونستم ما که بیطرفانه یک جایی بشینیم، هم حکومت میکشتیم هم اینا میکشتن. بنابراین ما از مملکت خود برآمدیم. حالا در کشورهای دموکراتی زندگی میکنید، اون را سر میبرید و فکر نمیکنید که در کشور ما که نظام قانونی از کشور دموکراتی است، ما تقریبا یک اپوزیسیون بسیار فعال نداریم. از 2015 ما اپوزیسیون داشتیم و فعالیتش ممنوع در پلیس دیگه نمی‌دونستیم که همون بچه‌ها در بیرون یک گروه دیگر هم که بعدا فعال شد، گروه دیگر اونها هم در بیرون، یعنی در داخل تقریبا اپوزیسیون کامل وجود ندارد. ما خودم اگر در یک جای رئیس جمهوری یک مملکت باشم، ما مردم آزادی میدم که گپ بزنن، کار بکنن، کار سیاسی بکنن، اما در این زمان آزادی را که ما در امریکا برای مردم میدم، آزادی بیان را در افغانستان نمیدم. برای چی؟ برای شما میگم برای چی. در مملکت امریکا یکی قانون است، یکی قانونمندی. در افغانستان مردم قانونمند نیستند. آزادی بیان و آسانی سوی استفاده میشه. مردم اهمیت آزادی بیان رو فکر میکنن که هر کس میتونن یک شمشیر داشته باشه و دیگر به نام آزادی بیان بزنه. بنابراین در اون مملکت ها آزادی بیانی که داده میشه اون باید به سطح عموم مملکت ها باشه. یعنی مردم باید تربیه شوند تا اینجا رسیدن. ما میتونیم که قانون وضع کنیم، اما با وضع قانون مملکت قانونمند نمیشه. قانونمندی و قانون باید همگام در ذهن مردم جای داده شود که مردم قانونمند شود. به طور مثال در افغانستان اگر شما یک ترافیک لایت بمانه و پلیس در اونجا نباشه، نفرایی که تیر میشه اگر اشاره صفان باشه تیر میشه. اما در امریکا قانونمندی است. وقتی که ما تا میشیم موتر هیچ پلیس نیست، در یک جای در نیم شب هم هست، اما وقتی که یک جای تیر میشیم میبینیم که اشاره صفان. حالی در تاجیکستان چه؟ در تاجیکستان چه را احساس کردید؟ در تاجیکستان من از هیچ چیز نکردم، چون در بیسری جا بخاطر من ترافیک لایت ندیدم. یکان جای دیدم اما تاکسیوان ما در او استاد کرد ولی بیروبار بود، در اونجا دیگه انتخاب نداشت که استاد نکنه. در ما آزادی بیان هست در تاجیکستان؟ ما در یک قسمت نمیفهم. شما برای ما ایره باید بگوین آزادی بیان است. اگر آزادی بیان نباشه خودت خواهی نمیشه که من شیشتی تمام سوالایی که میکنی یک مقدارش برای حکومت شاید خوشایند نباشه، اما میکنی. از روی از این من میگم که حتمی است که شما این سوال. سوالی بعدی، در اصل 21 که زندگی میکنید به اندیشه شما یک نفر در یک کشور دموکراتی میتونه نزدیک به 30 سال رهبر باشد؟ به حساب از اینکه انتخابات و قانون در یک مملکت چی است. در هر مملکت شیوه انتخابات، قانون انتخابات و سالهایی که یک کس میتونه که رئیس جمهور باشه فرق میکنن. اگر در مملکت شما قانون همی هست که یک آدم میتونه که رئیس جمهور باشه و گشته و اون است که انتخابات ببره میتونه باشه، اما اگر مردم مخالفت به ای دارن باید استاد شوند. میگن نه، باید قانون تغییر بکنه. اگر قانون هر وقت تغییر کنه چه؟ قانون ما اول 2 نوبت 5 ساله بود، بعد 2 نوبت 7 ساله شد، بعد همین خیلی هر وقت قانون تغییر خورد دیگه. خب اگر مردم در امریکا، در اروپا مردم در تصویب قانون
زیادتر سرمایه داشته باشند. مردم منافع خود و خصوص منافع اقتصادی خود و سیاسی خود زودتر درک میکنند و بر از او استاد میشن. در این ممالک مثل ممالک ما مردم درکشان کمتر میباشد و دیگه این که برای عقل خود استاد نمیشه. اگر استاد میشن همیشه ما فکر میکنیم که باید با زور حل کنیم، با تفنگ حل کنیم. مردم میکنن با اعتصاب استاد شدن، با محدودیت تشریح کنن. خب در ما برای این که باید با کوچه برایی باید اول اجازت کدام رئیس شهر و ناحیه را باید بگیریم. چند نفر هم که چند ماه پیش دعوا کردن که ما میتونیم بریم میدان برای ما حرف و پیامونه بودیم. یکیش هم معاون حزب سوسیال دموکرات های ما بود، دیگه رفت به زندان نابود شد دیگه، نام نشانش نیست. یعنی مردم میخواد وقتی کوچه برایت این گونه برخورد میشه با مردم. خب این مسئله از اینکه در این مملکت قوانین چی است، حکومت چی چیزا را اجازه میده یا نمیده، این من نمیتونم که در سر از این گپ بزنم و نمیفهمم و قوانین را بیشتر نمیفهمم. این موضوعات خاص را که خود داریم من ندارم که در سر از این گپ بزنم. اما با خودم اگر از خودم پسند کنی که اگر خودت رئیس جمهور باشی در مملکت مردم اجازه میدی که مظاهره کنن؟ میتونی؟ بله. بله تشکر. خب با سوالی که به خودتون بیشتر ربط دارد میگم. شما کدوم مکتب دانشگاه خونده طبی گفتید بعد؟ من طب 3 سال طب خوندم. دیگر بعد از دیگه درس دانش دینی در هیچ دانشگاهی نخوندید؟ پیش خودتون خوندید. یعنی این بحثی که در مسائل دین داریم پیش میاره این یعنی یک نظر همیشه شخصی خودتون است که واقعا هم دین از کجای آموختید بعدا دین اسلام در نظر دارید؟ دین اسلام یک مرجع داره، یک مأخذ داره. قرآن با کدام خط خوندید؟ با خط عربی. با خط عربی. یعنی زبان عربی را بعد چطور ترجمه کردید؟ نه، زبان عربی را قرآن شما با خط سیریلیک داریم بله. ترجمه شده. ترجمه‌ش هم داریم بله. کسایی که ترجمه میکنن به نظر شما اینا این تبعه دارن که ترجمه کنن؟ تبعه یعنی بخشش یعنی توانمندی. خب ندارم ولی دیگه ما برای شما بگوییم که ما قرآن حداقل یک هفته‌اش ترجمه شد در وقت‌های اول که می‌خوانم ترجمه‌های مختلف خواندم که نشه که یک آدم یا اون ما را بازی بده یک ترجمه غلط کرده باشد. بنابراین یکی را با دیگهش مقایسه کردیم دیدیم که عین گپا ترجمه شده. قرآن رو چند زبان خوندید شما؟ قرآن ما به زبان دلی خودمون باز یک اندکی که عربی میفهم یک کمی سعی کردیم و انگلیسی که یک مقداری که میفهم سعی کردیم اما زیادترش دلی. یک نفر اعتقادمند هستید شما؟ بله. به دین باور دارید؟ به دین اسلام بخشید؟ نسبی بله. نسبی یعنی چی؟ دقیقاً؟ یعنی به این معنی که کور دیوانه نیستم در دین که بگویم یعنی افراطی نیستید؟ اما گپا درسته. من عقل خود استفاده میکنم. اگر یک چیزی در کتاب درست نباشه به نظرم سوال میکنم، اگر قابل رد میکنم. یعنی دین اسلام چند چیز داره؟ یعنی به روز قیامت اعتماد داره که اگر قیامت میشود. امیدوار هستم. دل میگه که وای از آن روز که قیامت نشود. ما منتظر هستیم که قیامت شه که حق خود بگیریم چون مظلوم بوده. از محمد آخرین پیغمبر درود به او اعتراف میکنیم. ما امیر باور داریم شد قرآن. خدا یکتاست. قرآن کتابی ما امیر باور کردیم. یعنی نماز و روزه و این چیزا اینا چیزایی است که اگر میخوانی ثواب میکنی نمیخوانی گناه میکنی. خودتان اشتباه ما یک مسئله شخصی است که اگر نمیتونید جواب بدید. نه مسئله شخصی. خیلی پیشتر یک چند نوار شما رو من دیدم در صحیفه های دوستای افغانستانی نگشت که یعنی شما کدام نام سوره را خطا میگفتید، آیات های اون دقیق نمیگفتید، این نوارها میچرخید. یک چیزی که دوستای ما در اون زیاد عقل توجه میکنن نیست که نام سوره را غلط کرد. اینا اینقدر سالندارانه به قرآن میبینن که فکر میکنن که نام سوره ها را خداوند مانده. یک نام انتخاب کنن. ما بسیاری وقتا چپتر میگم، مثلا چپتر اول، چپتر دو، چپتر سوم. این سوره کدام چیزی نیست که حالا اگر ما انفال گفتم یا وی غلط گفتی توی ما سر موضوع گم میزنیم. ما که میایم تشریح میکنیم که در قرآن این تو گفته شده سر از او گپ میزنیم یا میگه عربی یاد نداری. من یاد ندارم، ما ترجمه نکردیم. ترجمه را کسایی کرده که در اردو لسان تبهات داره، در غیر از او باید سنگواران شده ترجمه.
با موضوع سیاسی کشور افغانستان میگذاریم، فکر نمیکنید که بدبختی هایی که امروز مردم افغانستان و بعضی کشورهای خاور میانه و شرق میکشن این با دخالت آمریکا و اروپا است؟ دین اسلام در مجموع بعد از جنگ اول جهانی توجه میکنیم با شکستاندن امپراتوری عثمانی در شرق میانه توسط عربان در مثل انگلیس بعد از اون عیسی تمام احزاب افراطی اسلامی را به دست خود دارند و کشته کردند. بعد از جنگ اول جهانی تمام چیزهای مهمی که در دنیا از نظر انقلاب‌های اسلامی اتفاق افتاده کلش بر اثر وسایل اسلامی. امریکا چی؟ امریکا به حیث دولتی که بعد از انگلیس در این میدان آمد و حساب از امو گنجینه انگلیس داره استفاده کرد. پس چرا در این موضوع شما خرید نمیگید در برنامه هاتون خیلی کم میگید؟ گفتم نه در برنامه های خودتون خیلی کم میگید. امریکا که تاکید نمیگید تقریبا که ما سعی کنم ما در امریکا زندگی میکنم. بله. آزادی بیان هست. بله. گپ هم میزنم. اما هنوز آمدم اونجا هستم. یعنی آزادی بیان است که ما در اینجا یک روز یک نفر آمده که چی میگی؟ اما من یک قسمت بزرگ از این بدبختی را از امریکا و انگلیس نمیدانم، از خود میدانم، از برادر مسلمان خود میدانم که در دست از یا وسیله شده ما را قتل عام میکنن اما نمیفهمند که نوکر انگلیس. آینده فارسی زبان ها در افغانستان چی میشده باشد؟ با کدام چالش ها در این کوتاه مدت یا دراز مدت آنها روبرو میشوند؟ ما از حداقل از 100 سال است که در وطن خود در استیلای فرهنگی قرار داریم. لسان ما، مردم ما، فرهنگ ما کامل شده و کامل شده نیست. اما یکی در آینده چقدر مهم یک قسمت و دو دلیل مشکل است. یکی که ما در یک مقطع زمانی قرار داریم که دنیا به طرف یک لسان واحد و یک فرهنگ واحد پیش میره. یعنی لسان ها در یک مقطع زمانی خاص به وجود آمدن به خاطر افهام تفهیم بعدا انکشاف کردن. اما امروز دنیا آنقدر با هم پیوسته که ما به یک زبان واحد نیازمند هستیم که تکلم بکنیم. احتمال داره لسان روسی، انگلیسی، از چین یا لسان‌های دیگه که خودتر از بشری و لسان دقیق یک لسان بسیار زیبا و مقبول و بزرگ اینا در معرض نابودی قرار دارند. لسان‌ها آهسته آهسته میرن که در یک موزیم برن. من بحث زبان نمیبرم، بحث خود مردم فارس زبان در تقدیرشون چی میشه در افغانستان؟ در افغانستان امروز بدبختانه جنگ است. یک گروه از هموطنان ما که پشتونا هستن اونا رو فکر هستن که ما اکثریت هستیم و اکثریت باید کل چیزا را داشته باشه. اقلیت این چیزهای کم کمه، در حالی که در امروز دنیا بحث اقلیت اکثریت باید نباشه. هر انسان برای خود یک رای داره. تقدیر فارسی زبان ها چی میشه به نظر شما؟ امیال ما در یک چالش بزرگ قرار داریم، مبارزه میکنیم که ما بتانیم مردم خود هم ذهنیتشان یک روشنی ببخشیم و هم از نقطه نظر علمی و اجتماعی که کل اقوام در افغانستان بپذیرند که ما یک انسان هستیم. من حیث انسان باید بپذیریم، نه ای که تاجک، پشتون، ازبک، هزاره و کارها و اسماعی دیگر تا کدام اندازه طالبان و عقیده آنها موافق به طلبات جامعه افغانستان است؟ و ادامه سوال همین است که برای چه محض همین یک حرکت اونقدر قوی شد و سر حکومت آمد؟ تا کدام طالبان مورد پذیرش است؟ ما همیشه میگم که حداقل 90% مردم افغانستان یک عقیده طالبان را دارند. ولی تاجک که مذهبیست میگه نه این اسلام نیست، ازبک میگه نه این اسلام نیست، هزاره میگه نه. اما به خودش اقتصاد کنید که اینی اشتون میدون و این چرا این به اساس عقیده مذهبی بشه؟ حکومت طالبان حکومت عباس قانون شریعت است و با اون اساس اینا پیش میره. بنابراین تمام اعضاب دست راستی که در افغانستان بود اینا اونمو حکومت الله و قانون الله را به این خاطر است که افغانستان در هر دوره یک جمهوری اسلامی مردم است. جمهوری اسلامی اسلام دینه اما اینا حکومت جمهوری. بنابراین 90% مردم افغانستان
چی مخالف طالب چی طالب اینمی عقیده را داره بدونی که حتی بفهمه. برای همین این گروه اینجا موفق شد به سر حکومت آمد. بله، اما یک دلیل شد. دلیل دیگه چیست که شبکه‌های جاسوسی به سر از این مناطق بسیار کار میکنن. اینجا دو قطب مخالف روسیه و انگلیس و آمریکا وجود دارن که اونا طیله میکنن خط دیلبند که میشونن میخوامن که بیاید به سر دریای آمون و حال دریای آمون طیله کرده میرن که برای زیادتر به طرف شمال تا افغانستان و تا روسیه. از اون سو اونا تلاش دارن که از این جلوگیری کنن که دریای آمو باشه، سرحد در آمو باشه. این دلیل دومی بود که پاکستان خطر شد که طالبان را دارن. در مورد کرزی و عبدالله چه میگه؟ آنها همچون یک دو خواهیم خواهیم کاملا دقیقا اردوش مثل اشرف غنی اشرف غنی افراطی تر بود، جنگ‌های قومی را بسیارتر دامن زد، باعث قتال مردم شد و تسلیم کرد تا حکومت ما را بر طالبان. کرزی به اون اندازه ملامت نیست، عبدالله تر از اون ملامت. تقدیر این دو چی میشد آینده؟ با فکر شما اگر با ما باشه، اگر ما همه رئیس جمهور شدیم در افغانستان، ما همه اردوش محاکمه میکنیم به خاطر خیانت‌هایی که با مملکت ما کردن. اما طالبان آمدن گفتن ما بخشیدیم کلگیره، ولی او دو نفره گرفته چی کرده؟ در اونجا بندی کرده. بندی عبدالله را بعد زندانی خانگی بخواد. در مورد عطا محمد نور چی میگه شما؟ عطا محمد نور در مزار بسیار کار کرد برای اینکه مزار آباد ساخت عطا محمد نور. اما مخالفت‌های درون حزبیشان اصالت‌ها باعث شد که مهر زده برانش قدرتش را بستایش بسته کنه مملکت ایران کنه. دوستم چی؟ دوستم ما باید سابقه دوستم رو ببینیم که از کجا دوستم شروع شده و کجا ختم شده اگر ختم شده باشه. از روی اگر ببینیم باید بفهمیم که دوستم بسیار هوشیارانه کار کرد و مقایسه از اینکه از کجا شروع شده، یک آدمی که تا سمت 6 مکتب خونده، یک آدمی که از اخلاقی شروع کرد و حیث یک آدمی که کمترین سواد داشت بسیار هوشیارانه کار کرد. اما اونقدر هوشیار نبود که بفهمه بخصوص 23 سال 20 سال گذشته را که بفهمه چی باید بکنه که حداقل خودش در سر قدرت بکنه. با نظر شما تهدید طالبان به کشورهای سمت شمال چی است؟ برای که چون این کشورها از روی قانون محور کشورهای دنیوی هستند، از روی معیار دنیوی رشد میکنند. خطر طالبان به این کشورهای شمال هست یا نه؟ چی است برای کشورهای دنیوی منظورتان چی است؟ مثل کشور ما تاجیکستان که یک کشور دنیوی است. چی معنی؟ یعنی به این معنی که یک نفری که مسلمان است میتونه نمازش بخواند، یک نفری که منو ببخشید بی خدا است میتونه فکرش بگه، یک نفری که میتونه منو ببخشید دیسکوتک میخواد رود. اسلام همی است، اسلام همی آزادی شما گفتین اینی که میگین دنیوی، اسلام دنیوی است. پس خطر طالبان به همین کشورهای دنیوی چی است؟ خطر طالبان در ایمان است. طالبان به اساس یک دسیسه آمدن، همین که پیش از زدن که خط دیوان را طیله کردن تا دریای آمو و دریای آمو را طیله میکنن به طرف روسیه. معلوم دار 100% خطر دارد به کشور ما هم 100% اگر که این حکومت ها در اینجا نتانن جلوگیری کنن و اگر جنگ اوکراین و پوتین نتانه ببره ایره بفهمین که یه اثر دریای نیست. یعنی اگر پوتین اوکراین را ببره میتونه یکم در اینجا تاثیرش بسیار مثبت باشه. اگر ببازه اینجا تاثیرش منفی باشه. ازبکستان و ترکمنستان کشورهای با ما همسایه و افغانستان هم همسایه با طالبان یکم مکالمه دارند و حتی به نظر میرسد که از روی قانونمندی اونها را شاید به نزدیکی این حرکت را بشناسند. و تقدیر آینده این کشورها چی میشه؟ اگر ازبکستان و ترکمنستان فکر کنند که طالبان یک شریک بسیار خوب تجارتی برشان میشه، بسیار غلط میکنند. همون داریم کل کار شاید پیسه پیدا کنند، اما گول و هدف است که اینمی افراطیت مذهبی روسو ببرند. چرا با این آسان مردم هم میتونی بازی بدی و مردم میخیزن حکومت‌های گفته شما دنیایی هست میکنن، حکومت‌های اخروی را جایی میکنن. حکومت‌های اخروی را اینه که طالبان و حکومت‌های دیگر یک دیگر بود حتی در مملکت ما میگردیم یک بچه درختان ما میزدن میگفتن ولی
برو اگر مسلمان بود اون جنت میره، اگر کافر بود اون دوزخ میره. اینمی اخروی میشه و دا طرف چیزایی شده. در اول صحبت شما گفتید که تقریبا میشد که از طالبان یک 5-10% امید کرد و با اینها یک دولت ساخت و حالا دیگه سخت انتقالشون داره، به حتی میگید که خطر دارن. 5% ما برای چی؟ برای از اینکه افغانستان که اعمار اگر بکنیم چیزی که مثبته که اگر طالبان در یک کار باشه که مثلا مردم از گشنگی نماره، ما اگر بتانیم که حکومت برسه، مردمی که کار نداره حکومت شده، اگر کلان مکتب است که کتاب نداره حکومت کنیم، همین 5% شامل از این چیز است. در ایران و افغانستان حکومت‌های دینگرا هستند و در تاجیکستان تلاش کشور دنیوی ساختن. یعنی برای چه ما مردم فارسوان اینقدر دین زده هستیم و اینقدر به دین میچسبیم؟ معذرت از اونایی که البته باز مرا اگر با چالش میکشن میگم. دین در کشورهای ما آهسته آهسته به یک دکان تبدیل شد. دکان خدافروشی، دکان جنت فروشی، دکان دوزخ فروشی. کسایی که از این را از دیگر را خوب زندگی نمی‌دانستند، عربی یاد گرفتن و دکان خود خوب جور کردن. بنابراین در کشورهای ما از این استفاده میشه برای چاق ساختن شکم ملا. دینی که باید برای انسانیت و شفقت و مهربانی می‌بود و دستگیری و عبادت، این تبدیل شد و دکان‌های خدافروشی. پس چرا ما کشورهای فارسی زبان همین گونه بیشتر بدیم؟ ما متاسفانه اگر شما سعی کنید یک قسمت بزرگ تبلیغات دینی را در نوشتن و گفتن، ما تاجیک‌ها مخصوص پیش بردیم. اگر شما سعی کنید کتاب بزرگترینی را که در اسلام وجود دارد، تجربه صحیح می‌کنید، این را ما کردیم. از این خاطر که در مردم تاجیک همین اعتقاد و دین اعتقاد و دین از اون اندازه‌ای که لازم است به اندازه زیاد شده و ما در واقع از عربا که زیادتر اسلام در ذهن مردم در اون کردیم. حالا به کشیدن نمی‌کنیم ولی اطلاع در تجارت نمیشه. برایشان شهرت است، از اون بیرون شوند هیچ چیزی نیست. مثل یک بالون است که اگر یک سوزن بکنیم یعنی یک سوال دیگر دارم. سکه عدالت برای شما چند رو دارد؟ سکه عدالت نمیفهم. شما مورد این خفلگی کردید. یک رو دارد، چند رو دارد؟ باید یک رو داشته باشه. برای شما چند رو دارد؟ برای در جامعه امروزی ما شاید صدها رخ دارد. برای شما؟ برای ما باید یک رخ داشته باشه. دارد یا که باید داشته باشد؟ برای ما یک رخ دارد. ما آدمانه و قضایان با عین میگه طرف خودت که سعی میکنم طرف دیگر هر چیزی که در مورد خود سیاست در مورد سیاسی ها حقیقت قبول دارید که آرامی در عائله را؟ آرامی در عائله یک حقیقت میباشه که خوش دارم، اما حقیقت به این چیزها آدم باید که قابل چی باشه، چی میگم، ما فلکسیبل میگم بنویسی، انعطاف پذیر باشه. چی در مورد حقیقت، چی در مورد عائله، در دوش باید ببینید که چی رقم پیش بینید که زندگی برای کلگی خوبتر باشه. برای حقیقت هایی که میگوید بار تبدیل شده از طرف بسیار زیاد. اگر که خدای نکرده در عائله شما خدای نکرده اون زیاده دارن از بیشتر حقیقت نگرده. من از 17 سالگی که استاد شد، مادر من برای من دیگر میگه که کشتن میشه. من هیچ وقت ما مادر خدا گفتم مادر یک هر چیزی که تو ما بگویی قبول میکنم، اما در این قسمت من قبول نمیکنم به خاطر از این مسئولیت انسانی است باید انجام کنم. من بسیاری وقتا میگم که من که در میدان آمدم اول رفتم خودم غسل جنازه دادم، بعد از اون کفن خودم پوشیدم، بعد از این رفتم یک تابوت گرفتم و در سر شانه در قبرستان میدم خودم دور کردم در سر قبر خودم سفید کردم. خب قسم زیادی از حکومت اشرف غنی امروز آشکار و پنهان در تاجیکستان و با آنها نیت واخوری دارید این سفر؟ من
اگر کسی مصاحبه داشته باشیم شاید صحبت هم شاید جلو چوی این نقشه ها هست یعنی خوش دارم بفهمم اگر چی ما باور ندارم اونایی که با این سهولت باختن نمیشه دوباره برنده میشن چرا در 20 سال نقطه داشتن اینا اما هیچ توجه نکردن حالا وقت تفنگ داشتن تفنگشان نگرفتن وقت استخبارات داشتن استخبارات وقت داشتن داشتن حالا به دست خالی نمیتونن که دوباره پیروز شن اینا تاریخ زده هستن اما هنوز هم من خوش دارم که ببینم به شهرانشان خوشحال شده باشه. برنامه نوبتیتون چی است؟ این سفر چند روز میایست که چی نقشه و نیت‌ها دارین؟ تا تاریخ 24 باشه 24 مارس خیلی کوتاه. کجا سفر میارید میاد؟ فردا در سالن میرم 21 مارس. بله دیگر روزایش در همیشه میباشم و خوش میکنم که دیگه باید کنم خواهش میکنم که با مردم عادی این لفظ زیاد باشه دیگه سفرهای بیشتر کمتر کنید چرا نه؟ بسیار میخوام من خوش دارم اما یک چیز باید کل بفهمم که اگر ما در اینجا مردم رو میبینم که غریبه با این معنی نیست که ما بگیم که این حکومت بسیار حکومت خرابه چرا ما باید از این حکومت توقعی به اندازه این حکومت داشته خب ببینید برای این معنی که ما واقعا آشکارا میگیم که مثلا چرا میتونه یک نفر حکومت تا این حد خانوادگی شود سر قدرت همه خیش و تبارو نزدیکا برای مثال حتی بسیار از نزدیکای رئیس جمهور که معذرت اگر این ویدیو رو آشکارا باید بگیم با ماشین های میگردن در این شهر که خیلی قیمت گران داره هیچ کار نمیکنن یعنی اینها را که مردم میبینن بعد من خود میگم چرا عدالت اجتماعی اینجا رعایت نمیشه خدا کنه که همین برنامه ما شما رو زیاد نفرام کسایی از بزرگای مملکت میبینن ما خواهش میکنم که بزرگا و شما به حیث مخالف نبینن به حیث یک هموطن همدرد و پردرد خود ببینن حق شما هست که این سوال بکنید و امیدوار هستم که اینا آهسته آهسته به این فکر شوند که مردم هم بزرگوار برسن این حق مسلم مردم است که در تمام امتیازات مملکت شاید تا حدود اشتراک داشته باشند در تمام دنیا کسایی که در پیشنهادها هستند و چهره‌های بلند هستند خانواده‌شان شاید زندگی بهتر داشته باشند چرا در اروپا ما میگوییم که پرزیدنت ها خیلی آسان با دوچرخه میرن و میبیرن شرایط پیش حتی در همین مملکت‌های اروپایی در آمریکا یک آدمی که وزیر است خانواده‌اش امتیازات خود دارد در یونیورسیتی وقتی برای باعث دختر وزیر تستر گرفته میشه و که نمایش کنید باشد موتره که دارن کشور دموکراتی نمیان بود دموکراسی یک 100% دموکراسی نیست در هر مملکت دنیا در این سین رسیده که یک عدالت خداوندی ویژه وجود داره که هر کس خودش باشه چند سوالهای شخصی دارم از همه کتابی که بیشتر دوست داریم در کتابی روی میزی شما است من کتابایی که من خودم زیاد دوست دارم بخونم ادبیات لسان ادبی است بخصوص بیدل بیدل زیباترین است برام و اگر من در 4-7 نوای بیدل برای 100 سال دیگر مدت نمیرم فیلمی که تکرار با تکرار میخواهید دیدن این فیلم اگر زندگی خود شما فیلم بشه چی نامش میمونده؟ زندگی من خودم پرماجرا نبوده خیلی پرماجرا چون زندان و 17 سالگی رو گروه چی نامش میمونده؟ اگر میمونده شاید من میگم که زندگی ما داخل میمونه یک فیلم که دیدیم در واقع برای کلگی ما زندگی ما یک فیلم است که متوجه نمیشیم اما در سه آخر زندگی میکنیم که یک فیلم دیدیم چی نامش میمونده؟ نامش فکر نکرده در این باره مراجع به فیلم شدن زندگی آخرش چکم میخواید باشم؟ هپی اند یا که فوجیه؟ آخری فیلمتون آخرش عادیش نباشه عادی باشه خب در تاجیکستان بیشتر از همه کدوم خوراک دوست داشته؟ این سالهای عادیه که مردم میگن
سمنک پارسال کنم سمنک. بله. امسال هم سبا سمنک میخورم و بعد از این دیگه نامه تاجیکستان و همه نامه ماست پلوشان، کبابشان، آششان، شما آش میگیم بله آش. ما آش هم وطن پیشونوا سکتش تقریبا تمام نامهشان بزن از این شهرهایی که بود کدومش رو بیشتر دوست داشته؟ قبل سفر کردید. دوشنبه دوشنبه. ولی برای مردمی که این صحبت نزدیک به 1 ساعت ما را میبینن و خیلی کم و زیاد گفتیم، کسایی شاید رنجیده باشن، کسایی شاید خوششان آمده باشد، با آنها چی میگیم؟ ما با مردم میگم که یک چیز باید خیلی مطمئن کنیم که انسان ها حق دارن که گپ بزنن، نظر خود ابراز کنن. در مملکت های ما ایست که حکومت کسایی که زور دارن نمیخواه گپ بزنن و کسایی که مسلمان هستن اسلام رو فکر میکنن که ایست که کسی چیزی گفت باید دانش رو بشکنن. آیات قرآن و تکرار در قرآن و پیغمبر تو را میگن که تو جادوگر هستی، تو ساحر هستی، تو دروغگو هستی و می رقم آیت هست و تو قرآن خود پیش را بگیر برشان بگو که ما تنها یک رسول هستم برای شما مژده پاداش کارهای نیک شما را میدم و شما را از پاداش یا جزای کارهای بدتان برحذر میکنم. این همه قدر به جای قرآن گفتنش را که شما کار شدید، شما بزنید، شما کنید. ما از قرآن باید یاد بگیریم که در قرآن آزادی بیان است و ما باید کار نشیم، شخصی نسازیم به کار. اگر کار شدین دل خودتانه، اگر خوش شدین دلتانه، اما من به نحیث یک آدمی که سالهای دراز تجربه دارم، یک کمی مطالعه دارم، من گپ خودم میگم و من با قیمت بردن خود گپ زدن خودم نگاه کردیم. یعنی من در سر کار بدون ما ماندیم در تمام 43 سال که تا ما گپ خودم بزنیم. امیدوار هستم که شما خوشتان آمده باشه از این وضعی که کار شد، اما اگر کارتان آمده بسیار ببخشید. اینمی گپایی بود که در دلم بود، دکنیم بود برای شما. جهانی سپاس و حرفای دل من برادر شفیع عیار گفتن. بودم با تاجیکستان خوش آمدیم. خدا کنه که چند روز آینده تان خوش بگذرد. سلامت. بیننده‌های عزیز، این نشر نوبتی برنامه بی قیچی ما بود با فعال جامعه شهروندی میان کشورهای فارسی زبان، دوست برادر ما شفیع عیار، و بسیار خواهش میکنم که این ویدیویی که شما میبینید در هیچ کجا پارچه پهنش نکنید. خواهش میکنم اگر میخواین به طور کامل در کدام گروه نشر کنید، خواهش میکنم از مؤلف اجازه بگیرید. بسیار خواهش میکنم. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر. صحبتی که نزدیک به 1 ساعت با فعال جامعه شهروندی در میان کشورهای فارسی زبان شفیع عیار. من بار دیگر عذر میپرسم از خود مهمان که ما با مشکل صدایی روبرو شدیم و به نفری که این صحبت ما را هماهنگ کرد تشکر، درود به ایشان. و آنها تاکید کردند که صدا خوب بیاد، ولی ما با همون صدا بردارک پتیلچکمون اعتماد کرده بودیم. نمیدونم که در داخل بینا چرا این خیلی کار کرد. یعنی با این مشکل روبرو شدیم. تا این وقت با این مشکل قریب 1-2 ماه آخر دیگه روبرو نبودیم ما. و برام از شما نیز عذر میپرسیم، از مهمان نیز، و خواهش میکنم که به صفحه استاد فرقت سعید آبونه شوین و به صفحه آنلاین کینوتئاتر بهار نیز حتما آبونه شوین. و خواهش آخری من از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان تاجیک بچه‌ای که در ترکیه هستند استفاده برید. برای شما ویزای کاری گرفته میدن با مبلغ خیلی کم ارزان به کشورهای اروپایی و ترکیه. و تا ویزای کاری شما برآمدن، برای شما در ترکیه حجت‌های اقامتتان درست میکنن و جای کار نیز مییابند. من سراغای بیشتری هم آنلاین کینوتئاتر بهار، هم صفحه استاد فرقت سعید و هم شرکت آینده درخشان با رقم‌های تلفنش در زیر میگذارم. و یک خواهش همین است که فقط افراد از 20 تا 45 ساله با ایشان تماس بگیرند، چون برای اینها ویزای کاری تشکیل کرده میتونن. و همزمان در ساعت کاری که به وقت ترکیه است اگر زنگ زنید بهتر می شود که آنها جواب داده توانند. و اگر به زنگ شما مبادا جواب ندادن، به این معنا نیست که آنها فعال نیستند. آنها حتما به همه زنگ‌ها جواب میتونن، به همه پیام‌های شما در مدت هفته جواب میتونن، چون نفرای زیاد براشون نوشتن الان این مدت.
саломат бошанд. бозам наврӯзтон муборак бошад. охирин хоҳиши худам бо VPN бубинед, чун чанд рӯз охир бо VPN диданатон камак центҳои моро боло кардааст. хоҳиш мекунам агар дар Федератсияи Русия ҳастед, бештари бинандаҳои мо онҷо ҳастанд, видеои моро бо VPN бубинед. барои садо бозам як бори дигар узр, сари таъзим пеш шумо фуруд меорем, кӯшиш мекунем ки ин мушкил дигар нашавад. падруд.